اگه به بیانیه‌های رسمی چین نگاه کنید، ماهواره‌های یاوگان چیز خاصی نیستن. ابزاری برای کشاورزی، نظارت بر آب و هوا و تحقیقات علمی توصیف شدن. آره، چین حتما همینطوره، اما پشت این نقاب خوشگل برداشت محصول و مطالعات آب و هوایی، تحلیلگرا یه چیز کاملا متفاوت می‌بینن. ستون فقرات یکی از بزرگترین و پیشرفته‌ترین شبکه‌های نظارتی فضایی در جهان. از سال 2006 چین بیش از 500 ماهواره یاوگان پرتاب کرده. بعضی‌هاشون رادارهای پیشرفته‌ای دارن که میتونن از پشت ابرها یا در تاریکی شب از اهداف عکسبرداری کنن. بقیه هم در دسته‌های هماهنگ با هم کار میکنن تا به پکن این قابلیت رو بدن که کشتی‌ها رو در سراسر اقیانوس آرام تقریباً به صورت زنده ردیابی کنه. این ماهواره‌ها با اینکه برچسب غیر نظامی و هواشناسی خوردن، یک سیستم با کاربرد مستقیم نظامی رو تشکیل میدن و این تناقض قلب داستان امروزه. سلام به همه شما همراهان همیشگی کانال مگاتایم. امروز قراره بریم سراغ یکی از مرموزترین و در عین حال قدیمی‌ترین ابرپروژه‌های فضایی جهان. پروژه‌ای که چین قسم می‌خوره برای کارهای علمی و کشاورزی، اما غرب فریاد میزنه که این بزرگترین شبکه جاسوسی فضایی تاریخه. چطور یک برنامه علمی صلح‌آمیز به محور اصلی قدرت‌نمایی نظامی چین تبدیل شده؟ اصلا این ماهواره‌ها چطور کار می‌کنن و چقدر این شبکه عظیم در مقابل حملات آسیب‌پذیره؟ با من همراه باشید تا پرده از راز یاوگان برداریم. چین همیشه وقتی از ماهواره‌های یاوگان حرف میزنه میگه برای تحقیقات علمی، نقشه برداری زمین و نظارت بر بلایای طبیعی. جاسوسی اصلا و ابدا. اما مشکل اینجاست که تقریبا هیچ کس خارج از چین این داستان رو باور نمیکنه. چرا باید ماهواره‌های اینقدر گرون رو فقط برای مطالعه، برای برداشت برنج به فضا بفرستن؟ چرا اونها رو در آرایش‌هایی قرار میدن که بیشتر به درد نظارت دریایی میخوره تا پیشبینی آب و هوا؟ دلیلگران غربی ادعا میکنن که اینها در واقع ماهواره‌های جاسوسی نظامی در لباس مبدل. و وقتی میفهمیم که بیش از 400 تا از این ماهواره‌ها همین الان تو مدار هستن، کم کم به این فکر میکنیم که پکن واقعا داره چی میسازه. این ماهواره‌ها میتونن ناوهای هواپیمابر آمریکایی رو در سراسر اقیانوس آرام ردیابی کنن. تجمع جت‌های جنگنده در پایگاه‌های هوایی ژاپن یا حتی تایوان رو نیز زیر نظر بگیرن و حتی داده‌های هدفگیری رو برای موشک‌های ترسناک قاتل ناو چین فراهم کنن. به عبارت دیگه، یاوگان چشم‌هایی هستند که قدرت نظامی چین رو بسیار مرگبارتر میکنه. نکته عجیب اینه که چرا چین هنوز داره این بازی رو ادامه میده. آمریکا وقتی ماهواره جاسوسی پرتاب میکنه همه میدونن. واشنگتن تظاهر نمیکنه که این یک ماهواره هواشناسیه و روک و راست میگه آره این برای جاسوسیه. ما جاسوسی میکنیم، همه جاسوسی میکنن. اما به نظر میرسه چین مسیر متفاوتی رو در پیش گرفته. این نشون میده که یاوگان فقط یک پروژه نظامی نیست، بلکه یک پروژه سیاسی هم هست. این پروژه بدون اینکه واکنش شدیدی که یک سیستم نظامی علنی ایجاد میکنه، کار رو برای چین آسون کرده. این موضوع برای رقبای چین مثل هند، ژاپن و تایوان فوق‌العاده نگران کننده است. اونها زیر یک پتوی خاموش از نظارت زندگی میکنن و هر پرتاب جدید یاوگان مثل یک پیامی که چین داره شما را تماشا میکنه. در جنگ‌های مدرن هر کسی که ارتفاعات فضا رو کنترل کنه، سرعت نورد روی زمین رو هم کنترل میکنه. ناوگان یاوگان بر 3 ستون اصلی استواره: تصویربرداری راداری، تصویربرداری اپتیکال و جاسوسی الکترونیکی یا سیگنال. اینها به هم به ارتش چین چیزی رو میده که استراتژیست ها بهش میگن آگاهی چند دامنه ای، یعنی توانایی دیدن، ردیابی و هدف قرار دادن هر چیزی که در دریا، خشکی یا هوا حرکت میکنه. رادار دهانه ترکیبی SAR برخلاف دوربین های معمولی که به نور خورشید و آسمان صاف نیاز دارن، این رادار امواج رادیویی میفرسته و بعد بازتابش رو به تصویر تبدیل میکنه. این یعنی ماهواره‌های راداری که یاوگان میتونن از پشت ابرها، مه، دود و حتی در تاریکی شب همه چیز رو ببینن. برای کشوری که وسواس ردیابی ناوهای هواپیمابر آمریکا رو داره، این قابلیت بی‌نظیره. یک کشتی دیگه نمیتونه زیر پوشش هوای بد پنهان بشه. تصویربرداری اپتیکال: این ماهواره‌ها نزدیکترین چیز به ماهواره‌های جاسوسی هالیوودیه.
دوربین‌های تلسکوپی قدرتمند دارن که میتونن عکسایی با وضوح اونقدر بالا بگیرن که هواپیماهای روی باند فرودگاه یا وسایل نقلیه رو شناسایی کنن. چین میگه اینها برای نقشه برداری و کشاورزیه. اما وقتی یکی از این ماهواره‌ها اتفاقی از بالای جزیره گوام که بمب‌افکن‌های بی-52 آمریکایی اونجا پارک شدن رد میشه، دیگه نمیشه گفت تصادفی بوده. نسخه های جدیدتر این ماهواره‌ها کیفیتی در حد ماهواره‌های آمریکایی کیهول دارن و میتونن حتی پرتابگرهای موشک یا تورهای استتار رو هم تشخیص بدن. و جاسوسی سیگنال. این ماهواره‌ها عکس نمیگیرن بلکه گوش میدن. هر پالس رادار، هر ارتباط بین کشتی‌ها، هر انتشار الکترونیکی، ماهواره‌های یاوگان اون رو دریافت، تحلیل و به ایستگاه‌های زمینی ارسال میکنن. بسیاری از این ماهواره‌ها در گروه‌های ستایی پرتاب میشن و در آرایش‌های دقیقی پرواز میکنن. با مقایسه سیگنال هایی که در موقعیت‌های کمی متفاوت دریافت میکنن، میتونن مکان دقیق یک فرستنده راداری یا رادیویی رو از هزاران کیلومتر دورتر مشخص کنن. این سه قابلیت با هم ستون فقرات چیزی رو تشکیل میدن که بهش میگن زنجیره کشتار یا کیلچین. اینطوری کار میکنه. یک ماهواره جاسوسی سیگنال الکترونیکی یک گروه ناو هواپیمابر رو شناسایی میکنه. یک ماهواره راداری موقعیتش رو تایید میکنه. یک ماهواره اپتیکال عکس با وضوح بالا برای تایید نهایی میگیره. این داده ها روی زمین با هم ترکیب میشن و یک تصویر زنده از موقعیت و حرکت ناوگان به فرماندهی چینی میدن. بعد این تصویر به سیستم های هدفگیری موشک های قاتل ناو مثل DF-21D و DF-26 داده میشه. داستان یاوگان فقط یک داستان نظامی نیست، این یک بازی ژئوپلیتیک پیچیده است. با برچسب زدن این ماهواره‌ها به عنوان ابزار هواشناسی و کشاورزی پکن آب رو گلالود کرده. اگر بهشون حمله بشه، چین میتونه ادعا کنه به زیرساخت‌های غیر نظامیش حمله شده. اگر هم کاری به کارشون نداشته باشن، به کار اطلاعاتی نظامیشون ادامه میدن. این منطقه خاکستری هر گونه پاسخگویی از طرف غرب رو پیچیده میکنه. از طرف دیگه این شبکه وابستگی چین به سیستم‌های آمریکایی یا اروپایی رو کم میکنه. یاوگان در عمل یک دنیای اطلاعاتی موازی ایجاد میکنه که پکن اون رو کنترل میکنه و میتونه اطلاعاتش رو به صورت انتخابی با شرکایی مثل پاکستان، ایران یا کشورهای آفریقایی به اشتراک بذاره. اما این بلند پروازی بدون خطر هم نیست. مدار پایینی زمین همین الان هم با هزاران ماهواره شلوغ شده. هر پرتاب جدید یاوگان به این شلوغی اضافه میکنه. هر ماهواره از کار افتاده میتونه تبدیل به زباله فضایی خطرناک بشه و همه چیز از استارلینک اسپیس ایکس گرفته تا ماهواره‌های هواشناسی که مردم عادی بهشون وابستن رو تهدید کنه. یک برخورد زنجیره‌ای میتونه نه تنها ارتش‌ها بلکه زندگی مدرن رو فلج کنه. در نهایت سوال اینه: آیا یاوگان یک نیروی ثبات بخش یا بی ثبات کننده؟ در تئوری شفافیت میتونه شانس حملات غافلگیرانه را کم کنه، اما در عمل یاوگان به چین یک دید نامتقارن میده. بهش اجازه میده تا عملیات رقباش رو زیر نظر بگیره بدون اینکه همون سطح از شفافیت رو در مورد خودش ارائه بده. این عدم تعادل ذاتاً بی ثبات کننده است. به نظر میرسه عصر جاسوسی فضایی فقط در راه نیست، بلکه همین الان اینجاست و یاوگان دقیقاً در مرکز این ماجرا قرار گرفته. ممنونم که تا انتهای این ویدیوی فضایی و استراتژیک با مگاتایم همراه بودید. نظر شما چیه؟ به نظرتون این شبکه ماهواره‌ای بیشتر برای پیشرفت علمی یا یک ابزار قدرت نظامی؟ نظراتتون رو حتما تو کامنت ها برامون بنویسید. لایک و سابسکرایب یادتون نره تا از پروژه های عظیم بعدی جا نمونید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.